بله سرتاسر افغانستان همینطور نام است. این نامنی هم ما بارها گفتیم. ما زیادتر پروسه صلح از آغاز پروسه صلح به این طرف خدا میدانه ما چقدر ایتر جوانان را از دست دادیم، چقدر از پلیس دادیم، چقدر بیگناه مردم، اطفال، پوانتون، آموزشگاه، کابل هر روز تلفات است و ما دائما طرح ما می بوده صلح درست. ما طرفدار جنگ نیستیم، ناگزیر شدیم آمدیم باز دوباره انخوی به دست طالب نیفته نباشه. ما یک مارشال اینجا شو در تاریکی 12 بجه 12:30 بجه ما رسیدیم هاست بین بچه ها اینا رسیدیم، حالشان گرفتیم، زخمی ها را انتقال دادیم، شاید داره. و از یک طرف دیگه فشار نظامی هم تعیین کننده هست. این کار ما به مردم افغانستان هم بارها اطمینان داده هستیم. یک قرار درست شورای امنیت یک تصمیم درست گرفته شوه، ما بسیار کمک بزرگ کرده میتونیم. حالا اینجا آمدیم اگر شورای امنیت فیصله کنه به می قماندان قلردو، به می سربازایی که اینجا هست، همه وسایط، همه امکانات خود ما بدون خارجی ها ما بر شما به اطمینان گپ میزنیم. یک هفته ما ده میمنه هستیم، داخل میشیم، را باز میکنیم. یک هفته سعی کنیم ما قسمت قیصار، اطراف قیصار و گپ خود در غرمش میرسانیم. ببینیم که همه دشمن ضعیف نیست، ما ضعیف هستیم، ما سعیقات تصمیم گرفته نمیده. باز استاد شو ببینیم چه رقم استاد میشه. حالی شو ما جنگ نکده، اما بابا اومد گفته اول سال بابا اومد کنده، حال قطع بابا رخ نشده. به این خاطر ما این پروسه دوحه را گفتم هیچ رد نمی کنیم، هر همکاری باشه از دست میکنیم. ما حاضر آمده هستیم این طالبا را شکست بدیم. این طالبا، این دکتر نعیم یا آقای سانکزیش است، ملا فاضل آشنای ماست، ملا برادر خوب میشناسیم، با صراحت ما میگیم ما اینا را شکست میدیم. کجا میگوریز اینا؟ ما دا بالا مرغاب گرفته، دا کوهستانات گرفته، این راه های این طرف غور گرفته، دا تیربند ترکستان، با کل جای برشان دام شاندگی هستیم. فرار کده رفته نمیتونه. چندین هزار همینجا دستگیر شده و ما رها کردیم. 7,000 یک رها کردیم.